محمد تا ابد روشنگر راه من است. در روز خورشید منو، هنگام شب ماه من است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس که توان نفع و فایده رسانی به برادرش را دارد این کار را انجام دهد. روایت مسلم. برادران و خواهران عزیز، یاری دادن به دیگران و نفع و فایده رساندن به آنها یکی از بهترین عملهایی است که در پیشگاه خداوند پسندیده است و خداوند شخص نیکوکار را دوست می دارد، چطوری که خداوند متعال در آیت 195 سوره بقره می فرماید: استعیذ بالله و احسنوا ان الله یحب المحسنین. صدق الله العظیم. یعنی و نیکی کنید، همان خداوند نیکوکاران را دوست دارد. و چطوری که در حدیث آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الحدیث رواه مسلم. و خداوند در کمک و مدد بنده است تا وقتی که بنده در کمک و مدد برادرش باشد. سبحان الله، هر سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جامعه ساز است و جامعه را به صلاح می آورد، البته به شرطی که هر فرد جامعه سخنان گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را نمونه زندگی خود قرار بدهند. شما خود تصور کنید که اگر هر فرد جامعه در فکر فایده رساندن دیگران باشند چی می شود؟ ولی متاسفانه از آن جهتی که امروزها اکثر مسلمانان ما از تعلیمات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دور مانده اند، در فکر آنها فایده رساندن به دیگران نیست، بلکه برعکس هر فرد جامعه در پی آن است که چطور از کسی فایده گیرم، در فکر آن است که باید از کسی چیزی به او برسد، نه اینکه از او دیگران فایده بینند. از همه بدترش آن است که با راه ظلم و ستم، دزدی و فریب از دیگران فایده به دست می آورند. برادر و خواهر عزیز، اگر پیامبرت را دوست می داری و دعوا می کنی که من پیامبرم را دوست می دارم، پس این سخنان گوهربار پیامبرت را نمونه زندگیت قرار بده. ای اسلام، ای دین جاودان، ای راحت پر ز جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما.